بینندگان عزیز، شبکه آسیای مرکزی و من صلحیه گلبیک شما را به برنامه اطلاعاتی امروز خوش آمدید میگوییم و به توجه شما سرخط مهمترین خبرهای روز را پیشکش مینماییم. مقامات بلاروس شبنم خدایدادووا را که در کشور زادگاهش به افراطگرایی عیبدار می شود برای 2 ماه دیگر تمدید کردند. مقامات بلاروس زمان بازداشت شهروند تاجیکستان شبنم خدایدادووا، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را که با درخواست دوشنبه در بلاروس دستگیر شده است تا 2 ماه دیگر یعنی تا 17 اکتبر تمدید کردند. شبنم خدایدادووا در تاجیکستان به افراطگرایی و پشتیبانی از گروه 24 عیبدار می شود. نادژدا اتایوا رهبر انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی مقرش در پاریس روز 2 سپتامبر گفت از بس که شبنم خدایدادووا از بلاروس درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، زمان بررسی این درخواست و همچنین درخواست استرداد او به تاجیکستان فرصت زیادتری را طلب می کند. همین طور فرصت لازم است تا مقامات بلاروس موقع خود نسبت به استرداد کردن یا نکردن شبنم خدایدادووا به دوشنبه را نهایی کنند. اما در درخواست استرداد شبنم خدایدادووا که مقامات تفتیشاتی تاجیکستان الکی به بلاروس فرستادند، او بر اساس ماده 307 کودکس جنایی تاجیکستان به دعوت عمومی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی عیبدار می شود. شبنم خدایدادووا که در بلاروسیا به درخواست حکومت تاجیکستان دستگیر شده است تا 17 اکتبر تمدید کرده شد. سببش در این است که خدایدادووا از کشور بلاروسیا درخواست پناهندگی سیاسی طلب کرده است. بنابراین درخواست او و همچنین درخواست حکومت تاجیکستان که استرداد شبنم را میخواهد وقت طلب میکند. شبنم خدایدادووا در همکاری با گروه 24 و جوانان برای احیای تلویزیون عیبدار کرده می شود و البته معلوم است که امروز کسی در تلویزیون صدا برای آزادی بلند کند را تروریست اکستریمیست کرده کنید انجام میکند، نه وابسته از کدام گروه بودنش. در این قضیه درخواست شبنم عملی می شود یا از حکومت تاجیکستان این را وقت نشان میدهد. البته دیگر آزادیخواهان هم به چنین حالتها دچار شده بودند در دیگر کشورها به مثال ترکیه، فنلاند، گریکیا، اسپانیا و در کوتاه‌ترین فرصت آزاد شدند و ما امیدواریم که حکومت بلاروس یعنی خود را عادلانه صادر میکند و شبنم خدایدادووا آزاد می شود. همچنین زمان حبس صابر ولیف تا 22 سپتامبر تمدید کرده شد و نسبت تا امروز تنها یک نامه الکترونی از جانب حکومت تاجیکستان فرستادند که در آن هم از مقامات محلی درخواست شده است تا ولیف را به آماده کردن اسنادها نگاه دارند. البته این تجربه خود یادرس می شویم که گروه 24 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان بوده با قرار دادگاه عالی این کشور از 9 اکتبر سال 2014 فعالیتش ممنوع و با حکم دیگری همین دادگاه از ماه دکبر سازمان اکستریمیستی اعلان شده است.